شایعه شده که ایران به سلاح پلاسمایی دست پیدا کرده. اما سلاح پلاسمایی دیگه چیه؟ نوعی سلاح پیشرفته است که به جای گلوله پلاسما شلیک میکنه که فعلا فقط توی فیلم ها و بازی ها دیده شده. پلاسما حالت چهارم ماده است، گازی که اونقدر داغه که الکترون ها از اتم جدا شدن و به حالت باردار و پر انرژی تبدیل شدن، مثل آذرخش یا خورشید. سلاح پلاسمایی به جای شلیک جسم فیزیکی یک گلوله انرژی یا گوی پلاسما رو با سرعت بالا پرتاب میکنه. این پلاسما فوق‌العاده داغه و میتونه هر چیزی رو بسوزونه و ذوب کنه. آسیب زیاد، حرارت زیاد، دقت بالای اصابت به هدف و گاهی قدرت تخریب و انفجار مهیب داره. باید بدونید که هنوز هیچ فناوری سلاح پلاسمایی در واقعیت دیده نشده، چون پلاسما به سرعت پراکنده میشه و نیاز به میدان مغناطیسی پیشرفته برای کنترل داره. تولید و شلیک پلاسما به انرژی بسیار زیادی نیاز داره و اینکه خنک‌کاری و مدیریت حرارت تولید شده توسط این سلاح خیلی سخته. حالا بعد از شنیدن همه اینا به نظر شما ایران پلاسما داره یا یه شایعه است واسه جلب توجه؟